هرچند بیگ بنگ دیگه یه فرضیه نیست و به یه تئوری معتبر تبدیل شده، ولی منطقیه که دنبال شواهدش باشیم. اونم شواهد علمی که محکم، مستند و معتبر باشن. درود دوستان، به چنل بلک هورس خوش اومدید. این ویدیو اختصاص داره به یکی از مهمترین سوالات کیهان شناسی. واقعاً چه مستندات و شواهدی واسه وقوع بیگ بنگ داریم؟ تلاش دانشمندایی مثل جورج لمیتر، ادوین هابل، آرنو پنزیاس، رابرت ویلسون و جورج گاموف، مطالعات فراوان و در نهایت مأموریت‌های فضایی ناسا و آژانس فضایی اروپا باعث شد به 3 دلیل مستند برسیم. در ادامه این 3 دلیل رو بررسی خواهیم کرد. اولین دلیل مستند گسترش جهان و انتقال به سرخ کهکشان است که سرنخش حدود 1 قرن پیش به دست اومد، وقتی ادوین هابل مشهور متوجه شد که نور کهکشان‌های دور به سمت طول موجای قرمز متمایل شده. این یعنی اونا در حال دور شدن از ما هستن. جالب اینجاست که هرچی یک کهکشان دورتر باشه، سرعت دور شدنش هم بیشتره که به معنای انبساط کیهانه. بیایید یه بادکنک رو در نظر بگیریم که نقاط قرمزی روش هست. وقتی بادکنک رو باد کنیم و شروع به بزرگ شدن کنه، این نقاط هم از هم دور میشن. دقیقاً همون اتفاقی که تو کیهان ما در حال رخ دادنه. این اولین گام منطقی به سوی تایید تئوری بیگ بنگه. دومین مستند که اتفاقاً مهمترینشون هم است، تابش زمینه کیهانی. همونطور که تو ویدیوهای قبلی دیدیم، تو سال 1965 2 اختر فیزیکدان به نامای آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون یه تابش ضعیف و یک نواخت از کل آسمان کشف کردن. این تابش در واقع پس تابش دوران بسیار داغ کیهان اولیه است، وقتی که جهانمون تنها چند صد هزار سال سن داشت و داغ و چگال بود. بعد از اون که جهان سرد شد، فوتونا آزاد شدن و امروز ما این نور رو به شکل تابش زمینه کیهانی می‌بینیم. چیزی که بسیار شگفت انگیزه یک نواخت بودن تقریبی توزیع دمای این تابشه، همون چیزی که نظریه بیگ بنگ پیش بینی کرده بود. در ادامه و تو سالهای بعد ناسا و آژانس فضایی اروپا توسط 3 ماهواره تونستن این تابش رو نقشه برداری کنن. ابتدا کاوشگر زمینه کیهانی که به اختصار کوبی شناخته میشه و سپس کاوشگر ناهمسانگردی ریزموج ویلکینسون ناسا که به اختصار WMAP نام داره. در نهایت هم ماهواره پلانک آژانس فضایی اروپا تونست دقیق ترین و واضح ترین نقشه این تابش رو ترسیم کنه. در واقع ما الان داریم تصویری از کیهان اولیه رو مشاهده میکنیم، اثری که هنوز با ماست و به تابش زمینه کیهانی معروفه. و سومین مستند فراوانی عناصر سبکه که در واقع اثر انگشت شیمیایی کیهان اولیه است. مدل بیگ بنگ پیش بینی میکنه که تو چند دقیقه نخست تنها هسته‌های سبکی مثل هیدروژن، هلیوم، دوتریوم و لیتیوم میتونستن شکل بگیرن. وقتی اختر فیزیکدانا امروز ترکیب این عناصر رو تو ستاره‌ها و ابرهای گازی اولیه بررسی کردن، دقیقاً همون چیزی رو پیدا کردن که مدل بیگ بنگ قبلا پیش بینی کرده بود. هیدروژن بیشترین مقدار، هلیوم حدود 25% و مقداری کمی عناصر سبک دیگر. این شواهد باعث شدن بیگ بنگ مقبول ترین تئوری پیدایش کیهان باشه. مرسی از اینکه تو این ویدیو همراه بودین. اگه این مطلب واسهتون مفید بود، اونو لایک کنید و برای دانش بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید.